شمایی که از اکسپلور دارین ویدیو منو میبینید یا اینکه اومدید داخل چنل و ویدیوهای چنل دارین چک میکنین، خیلی خیلی خوش اومدین به ویدیو. از اونجایی که میدونید ما یه چالشی رو شروع کردیم به اسم چالش تبدیل اکانت کالاف به آیپد و اینکه از صفر شروع کردیم. یه اکانتی خودمون داشتیم، لولش 50 بود، براش هزینه نکرده بودم، مال خودم بوده. از صفر شروع کردیم و اینکه اون اکانت رو لولش رو 160 کردم و فروختمش به قیمت 330 تومن. یعنی بودجه اولیه‌مون جور شد، از هیچی ما تونستیم 330 تومن در بیاریم. و اینکه این چند وقتی که نبودم فکر کنم طولانی ترین پارتمون حالا تو آینده نزدیکم، در آینده هم فکر کنم همین پارتمون باشه. حدودا نزدیک 2 ماه شد. شرمنده‌تونم، خیلی خیلی دیر شد. برای خودم هم یکم سخت گذشت چون که هم سر کار بودم و هم باید پلی میدادم که این اکانت رو لولشو بالا ببرم. دیگه حدودا هر طور شد من هر وقت آزادی داشتم یا حتی من بیرون میرفتم یه مچ استارت میکردم و گوشی میذاشتم تو جیبم تا مچ که تموم شد اون امتیاز لازم رو بگیرم تا لولش یکم بره بالا. خلاصه گذشت و ما اون اکانت رو فروختیم و این اکانت رو خریدیم. تک هند چنج چتربه بدون منفی، لولش 224 یا 226 فکر کنم، دقیق یادم نیست. این اکانت رو خریدیم 199 تومن. فکر کنم تک پسی باشه یا تک پس یا 2 پس داره، نمیدونم دقیقیمشو. بیشتر اینو برای این خریدم که لولش بالا بود و تک چنج بود. اینطور اکانتا رو من میخرم از شما. اگه مثلا پول واسط بخواین، کلن اگه با پول واسط باشه من 200 از شما میخرم، یعنی 200 کلا برای واسطه میزنم، واسطه 20 تا 30 تومن برای خودش برمیداره، بقیه‌اش رو میده به شما. اگه نباشه بدون واسط با خودم برید، 200 تومن اکانت رو از شما میخرم، یعنی 200 تومن برای شما میمونه. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، اینکه اون اکانت رو من یادم رفت که ویدیوشو بگیرم برای شما که نشون بدم. لولش 160 شده، کلا از یادم رفت. و اینکه الانم که نگاه میکنم یو آی دی از اون اکانته هرچی میگردم پیدا نمیکنم، نمیدونم کجا رفته. بازم میگردم ببینم اگه بنری، یو آی دی، ویدیوی چیزی بتونم براتون پیدا بکنم، اونم حتما با شما به اشتراک میذارم. به نظر شما این اکانت رو که الان از اول ویدیو تا الان فقط داریم مشخصاتش رو بهتون نشون میدیم، به نظرتون اینو ما چند بفروشیم؟ قیمت رو حتما تو کامنت ها بهم بگید. مرسی.